وانستا. در روستای پیر بزرگ محصولات کشاورزی و دامپروری به دلیل خشکسالی و گرمای بی سابقه از بین رفته و قحطی و گرسنگی حاکم شده. لذا پیر بزرگ تنها راه چاره را دسترسی به گنج پنهان غار بزرگ می داند که با 7 لوح سنگی مخصوص طلسم آن باز می شود. برای همین تیمور داننده را به منطقه لوطی آباد می فرستد تا این 7 لوح را که توسط 7 لوطی بزرگ نگهداری می شوند از آنها بگیرد و این چنین مأموریت شما در لوطی آباد شروع می شود. به لوطی آباد رسیدم. اینجا چقدر تغییر کرده است. بهتر است نزد لوطی بزرگ بروم. سلام ای لوطی بزرگ، حالتان خوب است؟ سلام تیمور، به لوطی آباد خوش آمدی. چه خبر؟ ای لوطی بزرگ، خبر خوبی ندارم. قحطی و خشکسالی روستای پیر بزرگ را تهدید می کند و این امر موجب شده تا پیر مرا پیش شما فرستد تا 7 لوح مخصوص را برای گشایش طلسم درب گنجینه بزرگ به ما بدهی. فعلا نمیتوانم اجازه دهم تا لوح‌ها را جمع آوری کنی، زیرا نسخه کامل بازی را فعال نکردی. از فروشگاه داخل بازی نسخه کامل را فعال کن تا ادامه بازی فعال شود. در غیر این صورت فقط میتوانی در لوطی آباد میهمان ما باشی. لوح گشایش درب گنجینه بزرگ. جاروی خوب پاک و تمیز میکنه، یک مرد جاروکش. سلام. سلام آقا. مرد جاروکش.